امروز در خدمتتون هستیم تا راجع به لوله‌های نخدار و لوله‌های بارانی اطلاعاتی رو خدمتتون عرض کنیم. این محصولی که مشاهده می‌فرمایید لوله نخدار از برند آسایش آذربایجان که 2 سال ضمانت، 5 سال قابلیت استفاده، مقاومت در برابر نور آفتاب، وزن سبک‌تر، سهولت حمل و نقل راحت‌تر و قیمت مناسب‌تر برای کشاورزی داره. سوالات رایجی که مشتری‌ها همیشه راجع به لوله‌های نخدار و لوله‌های بارانی از ما می‌پرسن، یک سری‌هاش حالا امروز اومدیم که با هم بررسی کنیم و به اونا پاسخ بدیم. سوال این هست که همیشه میگن که ما چه لوله نخداری رو باید تهیه کنیم. نخدار رو می‌خواید برای اتصال مستقیم به لوله پلی اتیلن استفاده کنید. همیشه باید یک نیم سایز اینو بزرگتر تهیه کنید. مثلا اگر لوله پلی اتیلن شما 3 هست، باید از لوله نخدار 3.5 استفاده کنید. و اگر سرشلنگی برای لوله نخدارتون دارید، هر سرشلنگی مخصوص هم لوله نخدار. یکی از سوالات دیگه‌مون این هست که گفتن فشار کاری لوله نخدار چقدره؟ فشار کاری تو لوله نخدار 2 تا 5.5 1.5 بار هست و از 5.5 تا 8 1.3 بار هست. فشاری که این لوله نخدار میتونه تحمل کنه. دیدن که عمر لوله چقدر هست؟ این لوله ها چون به اصطلاح آنتی یووی هستن و مقاوم در برابر آفتاب هستن، تا 5 سال حداقل قابل استفاده هستن که شرکت هم اینا رو 2 سال گارانتی بهشون میکنه. سوال پرسیدن در صورت معیوب شدن لوله چه کاری باید انجام داد؟ این خیلی ساده هست. شما وقتی لوله نخدارتون آسیب میبینه، پاره میشه یا سوراخ میشه، هر اتفاقی که برای این میفته، میتونید اون یه تیکه رو بچینید و به وسیله رابط اینا رو دوباره به هم متصل کنید و هیچ مشکلی به وجود نمیاد. یه سری سوالات هم راجع به بارانی آسافلیس آسایش آذربایجان هست که حالا چند از اون سوالا هم با هم بررسی می‌کنیم. پرسیدن که نحوه پاشش آب چگونه است؟ لوله‌های آسافلیس 6 تا سوراخ روش تعبیه شده که حداکثر پاشش مناسب آب بر روی زمین داشته باشه. پرسیدن که حداکثر پاشش آب چقدر است؟ حداکثر فشاری که لوله‌های آسافلیس تحمل می‌کنن 8 بار هست و بین 3 متر تا 3 متر و نیم پاشش آب داره. یعنی حداکثر فاصله‌ای که شما بین هر لوله آسافلیس دارید استفاده می‌کنید نهایتاً 6 متر هست. گفتن که سایزهای مختلف با فشارهای مختلف کار می‌کنن. استثناء آسافلیس یعنی متر پاش و خلاف نخدار که حالا سایزاش و هم فشاراشون فرق می‌کنه، آسافلیس تمام سایزاش 8 بار بیشتر تحمل نمی‌کنه. شما با فشار آبتون رو جوری تنظیم کنید که روی 8 حداکثر فشاری باشه که روی لوله به اصطلاح بارانی که داره. این که گفتن آیا این لوله ها یک بار مصرف هستن؟ خیلی. لوله های بارانی آسافلیس حداکثر تا 3 فصل زراعی قابل استفاده هستن. یه نکته دیگه هم هست در مورد نگهداری لوله ها. بعد از فصل زراعی که تموم میشه، شما میخواید لوله هاتون رو جمع کنید و نگهداری کنید برای کشت بعد، باید حتما در جریان باشید که این لوله ها به همون صورتی رول که هست و شما باز میکنید دوباره جمع بشن. در صورت تا شدن و عبور زمستون از روی این لوله ها باعث وجود ترک روی لوله میشه. این یه نکته است که حتما باید در نگهداری اینا شما رعایت کنید. خب توضیحاتی رو که راجع به این محصول لازم میدونستیم خدمتتون شرح بدیم. اگر هر گونه سوالی دارید میتونید با شماره‌ای که تو کپشن گذاشتیم تماس بگیرید.